معاف کنین. کسی قرض میته فضیلت چه بگون برادرها، کسی قرض میته هیچ وقت زلال نمیبینه. اگر دمی دنیا هم نگیرش زلال نمیبینه. چی بگو؟ قرض میتی تا آوردن قرض تا الله سبحانه و تعالی تو ده ثواب مینویسه. یک آدم قرض میتی و تا قرض تو آوردن تو ده هر روزش خدا ثواب مینویسه. دویم اگر در دنیا نداد مرد نمیته چی میگه؟ او را احمق کردم، او را فلان کردم، او یا احتریم دهم وزه چی کردم، تریش کردم، یا فلانش کردم، مقصد ندادم پولشه، دواندمش گفتم نیست پول مول. خیال کرده نه برادر، او فایده کرد تو گوری خودت کندی به دستی خودت، تو خودت در دوزخ تویی کردی. قرض داری قرض میته هیچ وقت زلال نمیبینه. در همین دنیا ثواب میگیره، روز قیامت خداوند میگه من تو را بخشیدم جنت بره. نیکی پیش جنت ده یک کس تو دیگه ایمو قرضدار بوده برای حق همون را بده. می اومده که در پیش تو السلام علیکم میگفته در اون دنیا هم پول دادم، ماشین گرفتی پول ندادی، تراکتور گرفتی پول ندادی، این مغازه خرید میکردی پول ندادی، فلان ندادی، گفتی که قرض بده زن بچه زن میتون پول دادم نیاوردی پول، فلان چند بار آدم روی کردم حقارت کردی، گفتی نیستای اگه مرا قرض ما بده ما بعد میگه اونجا پول مول نیست. در اونجا دیگه اونجا چیه؟ اونجا میگه ثوابات بده در جای قرض هیچی نداری، ثوابات بده. میگه ثوابم هم گرفتن. میگه انمو اندازه قرضی که من ترا دادم گناهای مرا حمل کرد. یعنی فهمیدین که هیچ وقت قرضدار زلال نمیبینه. پس برادرها کوشش کنین ایام دنیا حق مردم نخورین. ان شاء الله در جنازه دوملا میگه که حق الله و حق العباد، حق الله با بندش نماز و روزه و حج زکات توبه کنه خدا میبخشش، لیکن حق بندش بخشیده نمیتونه. فردا روز قیامت هر کس حقش میگیره. در حدیث میآید گوسپندی شاخداری که گوسپندی به شاخ زدگی روز قیامت فریادش میکنه، گوسپندش شاخدار شاخش میشکنه، گوسپندی به شاخ میته میگه بزن حق تا بگی چند شاخت زده بود. پس عزیزان من ظلم نکرین، حق یک کس نخورین، کار فرموندین، حقش عرقش قاق نشیده بودین. خدای نکرده دنیا قرض دار برین. خداوند کریم پروردگار ثواب ثمره امر معروف در نامه عملی رحمتی کتابت بگردونه. خصوصا بخترای مهربانش فرزنداش نواساش در این مصیبت صبر عاجل کامل نصیب گردونه. خصوصا کسانی که ما و شما عزیزانمون پدر و مادر برادر در این شب و روز گذشتن خدا غریق رحمت شایسته جنت شو کنه. اهل قبور هم خدا پروردگار رحمت کنه. همین دعا را کنین هر وقتی که داخل مزار شدین بگین انا لله و انا الیه راجعون. از جانب خدا آمدیم به سوی خدا مییم. السلام علیکم اهل قبور، بعد انا لله و انا الیه راجعون. سلام بتین اهل قبور، بگین خدا رحمتتون کنه. قیامت نزدیکه، ما هم نه روز همینجا میاییم. خداوند کریم هم وقتی اومدیم قبرمون خداوند کریم از باغ جنت بگردیم. کسی در همین جنازه یکمون مالی مادی فکری معنوی جسمی خدمت کرده خدای تعالی گذشتگانش رحمت کنه.